قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 48. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. جالب دقت است که در پنجکین در خانه‌های گوناگون خداهای گوناگون تصویر یافتند و به عقیده محققان نام برده این کار دلیل همین می باشد که هر یک خانه صاحب خدای خودش بود. کمبغلان باشند امکان نداشتند که در کلبه های خود رسم خدا را کشند. بنابراین هر یک کمبغل یک بتچه سفالی می خرید و به همان عبادت می کرد. در هر یک خانه بای محرابی بود که در آن شبانه روز آتش مقدس در می گرفت و این شهادت می دهد که در سیستم آن زمانه دینی پرستش آتش اهمیت کلان داشت. تحقیقات های سالهای آخری زبانشناسان خیلی معلومات مفید داد. در نکاح خط قلعه موغ قسم ذکر می شود که به نام بگ و میتر نام خداها داده شده است. بگ این خود همان خدا است که هنوز در ریگوید در قطار میتر دوچار می شود و خدایی است که مرتبه اش اندک پایان تر است. به عقیده خینینگ در نکاح خط قلعه موغ بگ برابر میتر و حتی از میتر هم اندک بالاتر می ایستد. میتر باشد مثل بگ چون خدای تصویر شده است که متصدی معاهده می باشد. ناشر نکاح خط لیفشیتز به این دعوا زید برآمد و به این کار اساس هم داشت. مقایسه و تحلیل همه متنهای قلعه موغ و دیگر حجتهای سغدی لیفشیتز را به چنین خلاصه وادار کرد که این نام خدای اساسی یعنی نام اهورامزدا می باشد، ولی سغدیان عادتا نام پره این خدا را بگ اهورامزدا به زبان نمی آوردند و به قلم نمی دادند. به هر حال نوشت آن نهایت کم وامی خورد. از جمله خدایان عالی مرتبه سغدیان زروانه را ذکر کردن در کار که آن به خدای عالی هندوها برهما عینیت دارد و در متنهای ترجموی سغدی و بودایی به صفت اعظم و شاه خدایان دچار می شود. غیر از این ویریتراگنا و شگن، نانایا، خوارینا در شکل فرن، تیشتریا، تیش ستاره شب، آهنگ و دیگر خداها نیز معمول بودند. به این سلسله خدایان نکوکار خدای بدسگال اهریمن مقابل می ایستد که به سغدی به طرز مخصوص شیمنو تلفظ کرده می شد و در اطراف خود دیوهای بسیار داشت. ما در بین سغدیان بسیار مفهوم و تصورات را می بینیم که خیلی پیشتر در اویستا ذکر شدند. مثلا معبد وغن نام دارد. مورخان عصرهای 10-13 و دیگر مأخذهای دوره‌های ثانی‌تر بسیار دهه‌های سغد را نام برده‌اند که در ترکیب نام آنها کلمه فغن، بغن، وغن هست و آن بی‌شبهه از کلمه وغن برمی آید و این را بار اول خینینگ مقرر کرد. چونینند دهه‌های میان بغن در واب کند و نو فخ
ناحیه قریبی تواویس در اطراف بخارا، اوستووغن و خوربغن در غشدوان، روستاوغن و کرسوغن در اطراف سمرقند، خوشوفغن در قریبی کتقرغان یا سمرقند یا خود احتمال دودی هبود، کوکشی بغن در قریبی ارگود و غیره. عقیده ای هست که معنای خوشوفغن 6 معبد می باشد. خلاص در تپانیمیکای سوخت بسیار نامهای باقی ماندند که اصل آنها کلمه های سوختی بوده معنای معبد را دارند. ولی اگر ما هم مثل بعضی مورخان امروزه گمان کنیم که موقع آن جایهایی که نام آنها در ترکیب خود کلمه سوختی معبد را دارند و این جایها در خاک سوخت جایگیر شدن معبدهای زردشتی را عیناً نشان می‌دهند، به خطای دغل راه خواهیم داد. در واقع قانونیت پیدایش نامهای مرکب خیلی عمیق و پیچ در پیچ است. خودی همین گپ را درباره آن نامهای مرکب محلها گفتن ممکن که در ترکیب خود آلیه خدای سوختی دارند. نام پیشوای معبد سرداری معبد وغنپت بود. این اصطلاح در مکتوب‌های قدیمی سوختی هم وامی خورد. این نام در حجت‌های قلعه موغ هم هست. کورچی نام وغنپت حجت یک در اجرای سپارش مهم دیپلماتی اشتراک کرده است. غیر از این در دیگر یک حجت قلعه موغ ای5 موغپت ذکر شده است که معنایش پیشوای موغان است. در قطار دینی محلی که آن را حاضر بعضاً دینی مزدائیه هم می نامند، در سوخت دیگر دینها هم پهن شده بود. در این دوره بودائیه آبروی کذایی نداشت و آن را دیگر دینها تنگ کرده بودند. بودائیه پیروانی بسیار هم نداشت، ولی صرف نظر از این اهمیت بودائیه در دیگر دینهای هندویان در حیات سوخت پست نبود. موافق بعضی روایت ها نصرانیه خیلی پهن شده بوده است. در ابتدای عصر 6 در سمرقند یپیسکوپ نصرانی رویه نیستاری می نشست. در عصر 8 باشد جای او را میتروپولیت گرفت. دیگر دین که آن را مانویه می نامیدند نیز خیلی ریشه دوانده بود. در حیات سوخت تا اسلامی چی مقام داشتنی مانویه را بیلینیتسکی مفصل تدقیق کرده است. قریبی های سالهای 600 در بین مانویان تفریقه افتاد. در آسیای میانه مذهب دیناوری مانویان برقرار گردید که مرکز آن در سمرقند بود. با عقیده بیلینیتسکی اگر تخمین کنیم که رسمهای روی دیواری پنجکین رسمهای مانوی می باشند، به همین شرط مضمون آنها را تفسیر کردن ممکن است و این تفسیر کاری خیلی دشوار می باشد. کرای تأکید است که حتی همین متریالی نه آنقدر مفصل چقدر مرکب بودن مسئله حیات سوخت عصرهای 6-8 را روشن نشان می دهد. در سوخت وجود داشتن دینهای گوناگون باعث پیدا شدن سیستم‌های دینی متحده سینکریتی گردید. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. دیگر ناحیه‌های آسیای میانه استروشن. در مأخذهای خطایی این ناحیه ساوای شرقی یا خود سودوی شانه نامیده شده است. معلومات مأخذها درباره این ناحیه نهایت کم است. تنشو خبر می دهد که قرارگاه ملک در یانه شمالی کوه باسی یا پاسی می باشد. احتمال قطارکوه ترکستان باشد. این محل در قدیم به شهر ارشی یعنی فرغانه تابع بود. شی تاشکند و کن سمرقند
از این ناحیه در مسافه برابر واقع بودند. تو خالا تخارستان اندک دورتر دانسته می شد. ییچه نام شهری نیز بود که آن غاری سربسته‌ای داشت و به این غار سال 2 بار قربانی می دادند. مردم به دهان غار آمده روبروی آن می ایستند و دودی که از آن زده می برآمد آدمی از همه نزدیک ایستاده را می کشت. در سالهای 618-626 در سودویشان ملکی جوانی حکمرانی می کرد. همراه کن سمرقند این ملک به خیتای هیئتی سفارت فرستاده است. به عقیده شبن شهری سودو هم از آن همین ناحیه بود. سیوانت زن این ناحیه را سوتولیسین نامیده است و خبر می دهد که اندازه گرداگرد آن 1400 یا 1500 لی می باشد. نسبت به ناحیه چاچ 1.5 برابر کلانتر و نسبت به ناحیه سمرقند اندک کمتر. سرحد شرقی ناحیه دریای کلان است. نام خیتایی سیر دریا آورده شده است، ولی در این مورد سیوانت زن غلط رفته است. یعنی سیر دریا سرحد شمالی استروشن است، نه سرحد شرقی آن. خورد و خوراک و رسم و عادت مردم عیناً همان است که در چاچ است. از آن دوره‌ای که در سوتولیسین پادشاه هست ناحیه به ترک ها تابع می باشد. در طرف شمال و غربی ناحیه بیابانی بیکرانی هست که نه آب دارد و نه علف. به همین طریق حدودی که این ناحیه در عصرهای 6-8 داشت انیق معلوم است و مرکز آن حوزه اوراتپه و شهرستان بود. در جنوب ناحیه بالا آب زرفشان را در بر می گرفت و از افتکار تا به یانه‌های شمالی قطارکوه حصار طول می کشید. در شمال حدود ناحیه سیر دریا بود. در شرق باشد سرحد ناحیه ملک‌های خوجند حساب می شد تخمیناً. در شمال و غرب باشد ملک‌های سمرقند به معنای وسیع سمرقند حدود ناحیه دانسته می شد. درباره نام ناحیه همین را گفتن لازم که ترانسکریپسی خیتایی آن از تلفظ اصلی آن خیلی دور است. حتی گیوگراف های عصر میانگی عرب و فارس هم نام ناحیه را هر یکی به طرز خود نوشتند و این حالت باعث همین شد که دعواهای بی اساس و نادرست به میان آمد و بعضی عالمان حاضر زمان ادعا کردند که اسروشن نوشتن درست تر می باشد. ولی این گونه عالمان به نظر نمی گرفتند که هم در نوشت خیتایی نام حرفی ت هست و در تلفظ امروزه تاجیکی هم ناحیه استروشن است، یعنی ت دارد. نهایت حجت‌های قلعه موغ هم قطعیاً اثبات کردند که در ابتدای عصرهای میانه ولایت استروشن نام داشت ولی ثانی‌تر حرف ت ساقط گردید. حاکمان استروشن صاحب عنوان افشین بودند. در میدان استروشن حفریات زیادی گذرانده شد. قرارگاه افشین‌های استروشن اندک دورتر از پسیالکه حاضره شهرستان واقع بود. در اینجا در ساحل غربی سای شهرستان در جای بلند دمنه قلعه قهقه جای دارد که دیوارهای آن نقص باقی مانده. وسعت دمنه 5 هکتار است. دمنه از 2 قسم عبارت می باشد. در طرف غرب 8-10 متر بالاتر از میدان دمنه تپه ارک قد افراخته است. از ارک قصر افشین‌های استروشن یافت شد. از جمله خانه‌های قصر تالار نهایت عظیم وسعتش 230 متر کوادراتی مقامی مخصوص دارد. این تالار 3 قبت و ایوانچه‌ای دارد که در آن تخت می ایستاد. در شفت آن تالار باز یک تالار قبول هست که آن خردتر می باشد
ولی وسعت همین تالار خرد هم 95 متر کوادراتی است. در اینجا اینچنین عبادت خانه های خواب، آشخانه، نانوای خانه، کورخانه و غیره جایگیر شده‌اند. تک تک دیوارهای تالار و دالان صوفه های دراز ساخته شده‌اند و در دهلیزها روبروی دری درآمد صوفه ها برجسته پیش برآمدند و یک نوع استراده را به وجود آوردند. برای نگاه داشتن آذوقه در فرش خانه خم‌های بسیاری شنانده شدند که ظرفیت عمومی آنها قریب 10 متر کوبی می باشد. دیوار تالارها و دالانها سراسر با نقش و نگاری نظرربا و لوحه های چوبی کندکاری شده پوشیده شده بودند. قصر مدتی دراز وجود داشت و نهایت طعمه آتش گردید. به کثافت سوختار اکثر آرایش آن نابود شد، ولی همان قسمی ناچیزی که تا به روزهای ما رسیده است از صنعت بلند استروشن دوره های قدیم شهادت می دهد. در قسم پایانی دالانی که کندلنگ تمام انشاءات را بریده گذشته است، سلسله رسم‌های عجایب به نظر می رسد. در طرف چپی رسم مرد تصویر شده است که در بالای کتی قالین فرش نشسته است. اندک دورتر از این مرد رسم یک زن و یک مرد می نماید که کودکی را دو دسته داشته ایستادند. در پهلوی آنها باز رسم یک مرد هست و در قفای وی یک چیزی دریامانند کشیده شده است و در روی آن یک مخلوقی ماهی بشره تصویر یافته است. بعد این چند آدم خیره می نمایند که به طرف چپ به طرف دریا رفته ایستادند. این قسم رسم خیلی ضرر دیده است و قریب به زور می نماید. نهایت بعد این آدمان رسم مادگرگی کلانی هست که سرش را براست گردانده به قفایش می نگرد و دو کودک سینه مادگرگ را مکیده ایستادند. نیمتف اول پیدایش این رسم را اندک رویکی شرح داده است و گمان کرده است که رسم مذکور به اینجا در عصرهای 5-7 ایره ما از ساحل‌های بحری میان زمین آمده است. ولی گفتن در کار اینچنین قید کرده است که در آسیای میانه برای از خودکنی عنعنه‌های اساطیری نصرانیه غرب زمینه معین دینی وجود داشت. در نشر روسی کتاب ما تاکید کرده بودیم که خلق‌های گوناگون آسیای میانه و مرکزی روایت‌هایی دارند که به روایت مشهوری اتروسکوریمی خیلی مانند است. سبب در آسیای میانه وجود داشتن این رسم را باید در همین دانست که روایت مادگرگ را مکیده به وای رسیدن شاهزاده یا شاهزادگان در شرق در دوره‌های نهایت قدیم پیدا شده بود. نیمتف در اثرهای من بعدش عقیده خودش و عقیده ما را در این بابت خیلی انکشاف داده، فکری خود را خیلی مکمل نمود. ولی گفتن در کار که آید به یک چند نکته های مهم حالا هم عقیده وی بحثناک می باشد. در تالار خرد پاره های رسم های گرد آمده اند که از عنصرهای الهیده تمام کمپوزیسیون معلومات می دهند. مثلا چنین است رسم 3 سواری در تاس که در بر لباس جنگی دارند و به طرف چپ رفته ایستادند. در تگی سومی اسبها مرده دشمن تصویر یافته است. این چنین رسم های یک چند آلیه و خداها به نظر می رسند. مثلا رسم خدای 4 دسته، رسم آلیه حالدار که در بالای شیری لجام زده نشسته است. باز یک رسم دیو می نماید که دندانهایش را گیز کرده ایستاده است. باز یک رسم آلیه 4 دسته شیر سوار هست که به طرف چپ جنگاور سواری عرابه دویده ایستاده است و به عرابه از پای بالدار پوش کرده شدند. خودی جنگاوران نیز همه بال داشتند. بسیار دیگر رسم های نیز به دست آمدند که در آنها منظره های محاربه ها
و زیست و زندگانی مردم، مثلا رسم دختری عود نواز، انعکاس گردیدند. رسمها به غایت عمیق و دقیق، روشن و واضح و با مهارت کامل کشیده شدند. همه رسمها بسیار رنگه اند. تابش رنگها نهایت گویا بوده، بیشتر رنگهای کبود و زرد و سرخچه استفاده شدند. نیمتف می نویسد که از خرابه های قصر قریب 200 پاره های چوب های کندکاری یافت شدند. از جمله یک چند هیکلچه های آدمان و پرندگان و عرقه و لوحه های زیادی دسترس گردیدند که صاحبی منظره های مکمل سیوژیت بوده. در آنها رسم آدمان، حیوانات، پرندگان، کاهنان تصویر شدند. این چونین عرقه عجایبی تگ رواق یافت شد که در آن رسم آدمان ثبت گردیده است. باز یک پیشتاق تیمپن به دست آمد که همتا ندارد. در وسعت این پیشتاق روایت قدیم ایرانی مبارزه بدی و نیکی انعکاس شده است که در آن آبرزهای شاهزاده فریدون، کاوه آهنگر و شاه ضحاک آدمخوری مار در کیف تجسم یافته است. این پیشتاق و عموماً تمام آثار صنعت شهرستان برای تدقیق مدنیت بدیعی، اساطیر و زیست و زندگانی آسیای میانه اولهای عصرهای میانه اهمیتی نهایت کلان دارد. اندکی دورتر از دمنه نام برده تپه دیگر هست که آن را قلعه قهقهه 2 میگوید. طرح این قلعه تماما دیگر است. میدانچه 210 بر 230 متر، همواری 4 کنجه گرداگرد دیوار دارد. در یکی از گوشه های میدانچه تپه هست. معلوم شد که در تگ این تپه خرابه های بینای 3 آشیانه قصر مانند نهان بوده است. در اینجا هم بسیار تالارهای تشریفات و خانه های استقامتی یافت شدند. شیفت خانه ها خشتینی گنبزی و مقرری بالا پوشی ستوندار می باشند. بینایی یافت شده قصری استحکامدار بوده، دیوارهایش پر از نقش و نگار و بالا رو شیفت و ستونهایش کندکاری شدند. دیگر یادگاری شهرستان چلحجره که در قریبی اندرابی کلقوتن و سای شهرستان واقع است چنان خوب باقی مانده است که کس در حیرت میماند. این بینای 2 آشیانه قصر مانند می باشد. عمارت تاریخی دور و درازی مرکب دارد و بارها از دیگر ساخته شده است. ولی صرف نظر از این، خانه های آشیانه یکم و قسم خانه های آشیانه دوم چنان خوب باقی ماندند که درباره ساخت اصلی و اوله عمارت به ما معلومات پره می‌دهد. قصری اورتقرغان که در قریبی چلحجره واقع است نیز جالب دقت می باشد. ما رسم و صورتها و چوبهای کندکاری عمارتهای استروشن را در بالا ذکر کرده بودیم. این رسم و صورتها در عین حال یادگاری مدنیت بدیعی می باشند. آنها این چنین مأخذی می باشند که در اساس آن درباره ایدئولوژی استروشنی ها از جمله درباره دینی استروشنی ها تصورات حاصل کردن ممکن است. موافق بعضی مدرکات موجوده، مثلا از روی مرافعه جنایت حیدر نام افشین عصر نو که گناهش پنهانی پرستیدن دین نیاگان قدیمش بوده است، به چنین خلاصه آمدن ممکن که در استروشن رویه آسیایی میانگی زردشتیه جریان داشته است و این رویه زردشتیه از زردشتیه سغدی فرق کذایی نداشت. مثلا معلوماتی هست که مراسمی در السواری دفن کردن معمول بود. زبان استروشنی ها یکی از لهجه های زبان سغدی می باشد. در چلحجره حجت های یافت شدند که با رنگ سیاه در تختچه ها ثبت گردیدند. یکی از این حجت ها پره به دست ما رسیده است و آن را
لیفشیتز خوانده است. این حجت هم مثل حجت‌های سوغدی می باشد. مضمون آن چنین است: بپرسیدم من چیوس در 39 روزی سرکرده از روزی وتی، روزی 22 ماه سوغدی، ماه وغانیج، ماه 8 سال سوغدی، خرها را. فرنرچ آورد آنها را برای من از دهه اتریپزمک و 30 تن، بین آنها 1 تا هم بدش نبود. در خفای تختچه چنین عباره هست: نویسنده گوشنسپیچ با سپارشی فرنرچ. اسلوب خط و اسلوب خط حجت‌های قلعه مخ خیلی مانند است. جالب دقت است که چنان که در سوخت می‌بینیم، در استروشن هم کاتبان کسبی بودند و اکنون ما نام یکی از آن کاتبان را می‌دانیم. از دیگر طرف نام آدمان خاصی نام زردشتیان است. درباره رونق و رواج کاسبی، زراعت و غیره نیز معلومات به دست آمده است. همه این متریال ها شهادت می دهند که در ابتدای عصرهای میانه استروشن مدنیت بلندی داشت و بسیار پدیده های این مدنیت به مدنیت سوخت خیلی نزدیک و بعضاً عیناً به آن مانند بود. فرغانه. در مأخذهای خارجی فرغانه در عصرهای 6-8 فیخن، باخن، پخن نامیده شده است. در اساس این ترانسکریپسیه و نام سوغدی فرغانه گفتن ممکن است که در قدیم فرغانه، فراغانه یا فرغانه تلفظ کرده می شد. موافق خبر سیواندزه، فرغانه از 4 طرف با کوه‌ها احاطه شده است. این گپ دلیل همین که در عصر 7 فرغانه گفته وادی فرغانه را در نظر داشته. سیواندزن باز می نویسد که زمین فرغانه پرفیض و سیرحاصلی پر آب است و از گل و میوه سرشار می باشد. اسب و گاوهای فرغانه شهرت زیاد دارد. خایچا به این گپ ها باز علاوه می کند که در فرغانه اسب و خچیر و گوسفند هست. پخته می کارند. لباس را از پوست یعنی از چرم یا پشم و پخته می دوزند. سلسله آری فرغانه در مدت چندین عصر گسسته نشده است. فقط تقریبا سال 630 ناحیه فرغانه یگان 10 سال بی پادشاه بود. موافق خبری مأخذها، حاکمان زورتر نهایت توانا شده می رفتند و آنها به همدیگر اطاعت نداشتند. قریبی های سال 720 در فرغانه پادشاه مقتدری حکم می راند که مأخذهای عربی او را علوتر گفتند. حاکمان فرغانه عنوان محلی داشتند که آن اخشید یا اخشد بود. اندکی ثانی‌تر در سال 726 در فرغانه 2 اخشید بود. اخشیدی ملکهایش در جنوب دریا بوده به عربها و اخشیدی ملکهایش در شمال دریا بوده به ترکها اطاعت میکرد. توصیف و تفسیری واقعه های دوره استیلای عرب دلالت می نماید که فرغانه سرزمینی توانایی بود و در حیات سیاسی آسیای میانه مقام مهم داشت. یکی از سببهای این اقتدار حربی آن بود که به پایگاه مستحکم اقتصادی تکیه میکرد. همین جهت هم خیلی اهمیت داشت که سودای خارجی بسا وسعت یافته بود و به مملکت‌های همسایه از پای خوشزاد، داروباری، رنگ و بار، مصنوعات شیشگی نیل رنگ و غیره به فروش می‌رفت. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملتی تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. شما گفتاری 48 را از کتاب علامه باباجون غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولov خوند. کارگردان شیرعلی نغزلی.